این برنامه به شکل امتحانی صورت میگیره، چون در فیسبوک مشکل پیش آمده و نمیتونیم برنامه رو پخش کنیم و در نتیجه ما از یوتیوب خواستم برنامه رو پخش کنیم و در فیسبوک این برنامه را شیر کنیم. برنامه ما برنامه خبری است و معمولا دوستان فراوانی در برنامه حاضر هستند و خبرهایی را که میگیم همه تفسیر میکنند و امشب به دلیل همین مشکل دوستان فراوانی که قرار حاضر باشند و این خبرها را تفسیر کنند نیستند و در نتیجه ما بله، جزئیات برنامه را که من گفتم در حال پخش شدن است و چون در این زمان که برنامه را پخش میکنیم در یک پرده دیگه برنامه گرفتم، به این دلیل صدا میامد و او صدای را خاموش کردن. در نتیجه میشه با صحبت‌های خود ادامه بدهیم. صدای دیگر بر خبری و تفسیری است، هر یک شنبه ساعت 9 شب با وقت اروپا برگزار میشه. امروز ما این برنامه را به شکل امتحانی از راه یوتیوب و فیسبوک پخش میکنیم. امروز یک شنبه 12 سنبله است، برنامه شهریور 1402 برابر میشه با 3 سپتامبر 2023 و در اخبار امروز اگر از افغانستان شروع کنیم، خب ما اخبار افغانستان داریم، ارمنستان داریم، یک خبر در مورد ارمنستان، اخبار ایران را داریم و همچنان اخبار جهان و چند خبر در فرانسه. اگر با اخبار افغانستان شروع کنیم، در کل آلمان دومین شب اعتصاب غذایی است. یک تعداد از هموطنان ما در اعتراض به طالبان و دوساله شدن حکومت طالبان تحسن را شروع کردند که در این تحسن اعتصاب غذا هم هست. تنها خیمه روشن در دل شب از تاریکی های افغانستان فراموش شده و اینا به فراموش شدن افغانستان اعتراض میکنن و برای حق دارن، چون که دنیا یک مقدار به نظر میاد از افغانستان ناامید شده و میخواهند افغانستان فراموش کنند، ولی بسیار به ضرر مردم افغانستان نباید بانند فراموش شوند. خبر دیگه، شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان قراردادهای عقد شده معادن از سوی طالبان را غارت سرمایه کشور خوانده است. شورای مقاومت ملی افغانستان در اواخر بحثش است. آقای عزیز منصور مسئول فرهنگی جبهه مقاومت نوشته‌ای دارد بر علیه آقای پدرام که گفته که شرط حضور در جبهه اسلامیت است و آقای پدرام در اسلامیت شک وجود داره و بسیاری از دوستای این موضوع را انتقاد کردند و گفتند که چرا سران تاجیک با یکی خود تاخت و تاز میکنند به جایی که متحد شوند. البته نظر شخصی ما با استفاده از اینکه دوستا حضور ندارن، من نظر شخصی خود بیان کنم. نظر شخصی من است که بحثا باید مطرح شود و اما نظر خود باید به صورت آزادانه و کامل بگویند و در نهایت باید یک تصمیم گیری عمومی صورت بگیره بر اساس استدلال هر یک و موقعیت دین و تدین در جامعه ما یکی از سوال مهم است و تجدید نظر در مورد موقعیت هم به نظر ما یکی از گپای مهم است و این تجدید نظر با همکاری همه باید صورت بگیره، هم جناح‌های بسیار معتقد و پایبند به تدین و هم جناح‌های دیگری که بالاخره وجود دارند و فراموش نکنیم که فعلا مشکل ما تدین نیست، مشکل ما بیرون آمدن از تدین افراطی طالبا است. در صورت این بود نظر شخصی ما که با استفاده از فرصت برای شما پرتاب کردم. طالبان گفتند که 62,000 دوربین امنیتی در کابل نصب کردن و این یک نیاز امنیتی بوده، با اصطلاح میشه بگوییم دام خوشحالی. و بایدن در دومین سالگرد خروج نیروهای آمریکا از افغانستان گفته که افتخار میکنم که کشورم از هزاران مهاجر افغانستانی استقبال کرده است. او میلیون هایی که مانده او را فراموش کرد. در یافته های یک گزارش تحقیقی نشان میدهد که پدیده خودکشی زنان در افغانستان زیر حکومت طالبان در حال افزایش است. یک چیز منطقی است. متاسفانه وقتی که اقتصاد میشه این پدیده هم میتونه زیاد شود. این بود خبر افغانستان که در غیاب دوستان میشه به همین سادگی موضوع را با پایان برسونیم و بپردازیم به خبرهای دیگه. ارمنستان مناقشه قره باغ، در درگیری های مرزی 4 سرباز ارمنی و 3 کشته شدن و 3 آذربایجانی زخمی شدن. یعنی در منطقه
مورد دعوا در اونجا هنوزم تنش وجود داره و بدبینی بین ارمنی ها و آذری ها هم متاسفانه هنوزم ادامه داره. خبر دیگر در مورد ایران، آغاز عملیات ساخت راه آهن ایران عراق است و اعتراض گسترده دانشجویان به اخراج استادان دانشگاه در ایران. کارزار مخالفت با اخراج شریفی زارچی 3000 امضایی شد. یعنی حکومت استادان دانشگاه را اخراج میکنن و مردم با این مخالفت میکنن. دانشگاه البته یکی از جاهایی است که میتونن آزادی بیان داشته باشه یا علاقه بیان داشته باشه و در بیان یک مقدار گاهی کسانی از آزادی شاید استفاده کنن و به رژیم خوشایند نباشه و به ترتیب به دانشگاه حمله میکنن. ولی این که در دانشگاه شدت بالا میره نشان ایران نشان میده که جنبش در حال پیشرفت است. محدودیت تازه برای آرایشگاه‌های زنانه در ایران که میشه گفت از طالبان کپی میکنن. تعداد آرایشگران زمینی 20 برابر آرایشگران دارای مجوز است. پیام مهدی کروبی از حصر به کنگره حزب اعتماد ملی راه جز تغییر وجود ندارد. مهدی کروبی البته اگر به یاد شما باشه یک از شخصیت‌های جنبش سبز چند سال پیش بود که رژیم او را به حصر خانگی محکوم کرد و از همون عصر خانگی خود هم سر و صدا میکنه که راه جز تغییر وجود ندارد. دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق درباره مرگ مشکوک جواد روحی شد. ایران پس از 1 سال وقفه به مراسم اهدای جوایز نوبل در سوئد دعوت شد. یک خبر بود و خبر بعدی که بنیاد نوبل از دعوت سفیران ایران، روسیه و بلاروس منصرف شد. احضار کاردار سفارت ایران در پاریس، فرانسه پلان به مرکز تحقیقاتیش در ایران و نشانه تمایل تهران به تشدید تنش داشت. نتیجه گیری خلاص از این خبرهایی است که تنش وجود داره در سطح بین ایران و کشورهای دیگه و همچنان در داخل ایران بین رژیم و ملت و در هفته آینده تنش ها رو دوباره بررسی خواهیم کرد. یک خبر در مورد خبر جهانی، عربستان در هنرهای رزمی ترکیبی سرمایه گذاری میکند. عربستان با پولهای فراوانی که دارند در زمینهای مختلف فرهنگی سرمایه گذاری میکنند و حالا هنرهای رزمی ترکیبی هم یک چیز جالب دیگه که در مورد هم میتونیم بگیم دابل خوشحالی. چند خبر در مورد فرانسه پوشیدن عبا سردشمی و اختلاف اعضاب چپ فرانسه را تشدید کرده است. عبا یک لباس است که از اون لباس عبای عربی آمده که بعضی وقتا جوانان مسلمان برای اذیت کردن معلمای خود لباس هم میپوشن و این لباس ممنوع نیست، ولی ممنوع نبود ولی امسال مثل این که ممنوع شده و جالبش این است که حکومتی طرز لباس ممنوع کرد ولی چپیا که یک مقدار خود نزدیک به خارجی‌ها احساس میکنن در همبستگی با خارجی‌ها مخالف ممنوع کردن این گپ هستند. برصورت در فرانسه چپیا مخالف هر نوع ممنوع کردن هر چیز هستند و اصلا یکی از شعارهای چپیای فرانسه بود که ممنوع کردن ممنوع است. سال 68 بود، سال 1968 انقلابی که شد در این اواخر. خبر دیگه در مورد فرانسه، کتاب فروشان پاریس با برچیده شدن غرفه‌های خود برای المپیک 2024 مخالف هستند. یعنی المپیک با بهانه المپیک میخواهند کتاب‌های بیچاره را در دریا بندازن و اینا. خب البته کتاب فروشان پاریس، کتاب فروشان دور کنار رود سه در پاریس یک پدیده بسیار قدیمی است، شباهت به قرون وسطا داره و از این خاطر بسیار دوست دارن که حفظ کنن و اینون یک چیز باستانی، ولی در این زمان خب گاهی هم زیر خطر قرار گیرن. مکرون خواستار آزادی 4 فرانسوی محبوس در شرایط قبول در ایران شد. این هم یک مشکل دیگه با ایران. مکرون خواستار روشن شدن دخالت‌های بی‌ثبات کننده ایران در لبنان و منطقه شد و این یک مشکل دیگه با ایران که یک کم کم حالت امپریالیست پیدا میکنه با خصوص که راه آهن میسازه برای وصل شدن بیشتر به عراق و خب معلوم امپریالیست های قدیمی از این موضوع شنمه. خبری داریم همچنان در مورد پاکستان. در پای حمله انتحاری وسیع در پاکستان، اسلام آباد یک بار دیگر مسئولیت های بین المللی طالبان را یادآوری کرد
و این مشکل طالبان افغانستان و توالب پاکستان و همبستگی طبیعی بین اینا و در این زمان وابستگی طالبان افغانستان به حکومت پاکستان و همبستگی طبیعی بین این دوتا باعث میشه که وقتی بین حکومت پاکستان و طالبان پاکستان جنگ شود، طالبان افغانستان موقعیت حساس پیدا میکنن و اگر این موقعیت خود خوب مدیریت کنن موضوع استفاده کنن، ولی در صورت از سوی دیگر این گپ هم هست که اگر در افغانستان اینا رژیم طالبانی ساختن، پس برای پاکستان هم رژیم طالبانی بسازند. اگر برای افغانستان خوب است، برای پاکستان هم شاید خوب باشه، ولی دنیا چیزی را که با خود نمیپسند بران میپسندند. و با همین جمله صحبت و پایان میرسونیم. برنامه امتحانی بود 3 سپتامبر، صدای دیگر، نه از رای فیسبوک بلکه از رای یوتیوب. شب بخیر.